بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیز، هر آن کسی که ویدیو رو بیننده هست. عزیزان دل، مثل همیشه بازم براتون تکرار میکنم، به حمایت شما عزیزان من نیاز دارم. واقعا فالوور یوتیوب ما خیلی پایین است، 16 سابسکرایبر هستین که ازتون خواهش دارم هر آن کسی که ویدیو رو میبینه اگر سابسکرایب ندارین کانال سابسکرایب کنین. همچنین وقتی ویدیو رو دیدین لایک کنین. از لایک کردن یا سابسکرایب کردن یوتیوب از شما هیچ پول نمیخواد یا هیچ هزینه شما پرداخت نمیکنین، فقط حمایت از کانال ما میشه و این یک انگیزه به ما میشه که زیادتر و بیشتر به لغت ها و جمله ها همچنین گرامر زبان آلمانی را تدریس کنم. دوستای عزیز، میریم سراغ درس ما. اولین لغت امروز ما که میشه 11مین لغت ما در کل، که دو ویدیو پیشم برای شما درس داده بودم. در کل 10 لغت و 10 جمله هست. امروز 11مین لغت ما هست شلافن. شلافن خوابیدن یا خواب کردن. من چه قسم به زبان آلمانی گفتم اینطور که من ساعت 10 شب خواب میکنم. Ich schlafe um 22 Uhr. Ich schlafe um 22 Uhr. Ich schlafe um 22 Uhr. من ساعت 10 شب میخوابم یا خواب میکنم. Der Tisch میز، لغت بعدی ما. Der Tisch به معنای میز. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund. Der Tisch ist rund به معنی که میز گرد است. rund گرد معنا میده. Der Tisch میز. فعل بعدی ما هست schreiben. schreiben به معنی نوشته کردن یا نویسیدن، که من چه قسم میتونم بگم من یک نامه می نویسم یا نامه نوشته میکنم، میشه ich schreibe einen Brief. من schreibe می نویسم einen یک Brief نامه. der Brief آرتیکل Brief نامه میشه der. ای آرتیکل غیر مشخصش است که ما 3 دانه آرتیکل غیر مشخص داریم، einen و eine. اینجا einen کس آرتیکل غیر مشخص Brief میشه. پس ich schreibe einen Brief، من یک نامه می نویسم. lesen خواندن. lesen خواندن. سراغ جملهش میریم که چه قسم به زبان آلمانی گفتم. میتونیم اوی دختر به اوی دختر اشاره کنیم که کتاب جالب میخواند. sie liest ein interessantes Buch. sie liest ein interessantes Buch. sie که اوی دختر است. ما 3 دانه زی، 3 دانه فاعل در زبان آلمانی داریم که یک زی قسمی که بر شما در ویدیو پیش هم گفتیم که یکیش اشاره میکنه به اوی دختر، شخص سوم. یکیش اشاره میکنه به آنها، یکیش اشاره میکنه به شما. ولی اینجا این زی چرا اسمش بزرگ است؟ به خاطر که آغاز جمله است و باید حرف اولش بزرگ نشه شود. sie liest ein interessantes Buch. او یک کتاب جالب میخواند. بوخ کتاب نامیده. interessantes جالب. ein یک لیست میخواند کی؟ زی اوی دختر. بازم یک بار جمله ها رو که لغتش در زبان آلمانی ما میخونم، بعدا میریم دیگه درس تمام میکنیم. schlafen. Ich schlafe um 22 Uhr. Tisch. Der Tisch ist rund. schreiben. Ich schreibe einen Brief. و lesen که میشه جملهش sie liest ein interessantes Buch. sie liest ein interessantes Buch. رسیدیم دوستان عزیز به آخر ویدیو امروز ما، آخر درس امروز ما. حتما قسمی که گفتم دوستان عزیز، حمایتاتون سخت نیاز دارم. سابسکرایب مخصوصا و ویدیو رو لایک کنید، کامنتار هم بنویسید. این بود درس امروز ما. تا درس های بعدی شما رو به خدمت پاک میسپارم. الله حافظ.